سلام به کانال آشپزی با سمیه، خیلی خوش اومدید. کوکی کرینکل یا ترکدار یک کوکی فوق‌العاده خوشمزه است. بافت بیرونی این کوکی ترده و بافت داخلش هم کاملا نرم و لطیفه. این کوکی رو هم میتونید با فر و هم بدون فر درستش کنید. بریم که یادتون بدم. احتیاج داریم به 1 3/4 لیوان آرد، 1/3 لیوان روغن مایع، 1/3 لیوان پودر کاکائو، 3/4 لیوان شکر، نصف لیوان پودر قند، 2 عدد تخم مرغ که اجازه بدید به دمای محیط برسه، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری وانیل که اگر از وانیل شکری استفاده میکنید 1 قاشق چایخوری، ولی اگر از وانیل پودری استفاده میکنید نوک قاشق چایخوری. نوک قاشق چایخوری هم نمک احتیاج داریم. برای شروع آرد رو به همراه پودر کاکائو، بیکینگ پودر و نمک داخل الک بریزید و یک بار الک کنید. بعدم مواد رو هم بزنید تا با هم ترکیب بشن. داخل یک کاسه دیگه شکر رو با روغن مایع ترکیب کنید. با همزن 1-2 دقیقه بزنید. با همزن دستی هم میتونید بزنید. بعدم تخم مرغ رو بهش اضافه کنید. وانیل رو هم اضافه کنید و با همزن هم بزنید تا کرمی و کشدار بشه. بعدم پودر کاکائو و آرد رو که با هم ترکیب کرده بودید طی 2 تا 3 مرحله کم کم به مواد اضافه کنید و هم بزنید تا یک دست ترکیب بشه. در آخر یه مایع چسبناکی بهتون میده که اگه اینو داخل یخچال استراحت بدید خیلی راحت داخل دستتون میتونید بهش فرم بدید. برای 1 تا 2 ساعت بذارید داخل یخچال تا سفت بشه و از چسبندگیش کم بشه. اگر هم زمان دارید میتونید بیشتر بذارید. من یه شبانه روز داخل یخچال قرار دادم. 1 قاشق از مایعتون بردارید، داخل دستتون گردش کنید. ببینید دیگه به دست نمیچسبه. بعدم داخل پودر قند بغلتونید. داخل سینی فر رو کاغذ روغنی یا نسوز پهن کنید و کوکی ها رو داخلش با کمی فاصله بچینید. داخل فری که از 1 ربع قبل گرم کردید با دمای 180 درجه طبقه وسط برای 10 تا 15 دقیقه قرار بدید. به به، اینم از کوکی های فوق العاده خوشمزه که آماده شد. اولش 5 دقیقه اجازه بدید تا کاملا خنک بشه، بعد از کاغذ روغنی جداش کنید. حالا بافت داخل این کوکی رو ببینید، فوق العاده شده. این کوکی های خوشمزه رو میتونید داخل تابه و